صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا، در این لحظه خود را از دنیا و آنچه که در آن می‌گذرد جدا کرده و افکار و وجود خود را تماماً متوجه تو و بزرگی و قدوسیتت می‌کنیم و تو را که یگان خدای عادل و حقیقی هستی می‌پرستیم و ستایشت می‌کنیم. تو را شکر می‌کنیم که محبت تو نسبت به ما بی انتهاست و فیض تو ما را به سوی تو هدایت می‌کند. برای کلام مقدست که به ما عطا کردی تو را شکر می‌کنیم. ای خدای مهربان، کلام تو وجود ما را زنده می‌کند و طریق زندگی شایسته و پاکی را که تو از ما انتظار داری را بر ما آشکار می‌کند. بنابراین خدایا، اکنون که توجه خود را معطوف به گفتار حیات بخش تو می‌کنیم، استدعا داریم که به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی رو بیاموزیم. این تمنا را به نام کلمه و مکاشفه تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بیابم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بیابم و نجات بخشم. با درود فراوان بر شما ایمانداران عزیز و حقجویان مهربان، توجه خود را به کلام خدای یکتا یعنی انجیل مقدس نموده و به تعلیمات مقدس عیسی مسیح در مورد مسائل مهم زندگی و اخلاقی با دقت توجه می‌کنیم و آن را مطالعه می‌نماییم. زیرا هر انسانی این وظیفه را دارد که تعلیمات مختلف را بشنود و پیرامون آن تحقیق کرده و به آنچه که نیکو است بپیوندد، یعنی به آن ایمان بیاورد و از آن پیروی کند. در انجیل متی از فصل 5 عیسی مسیح رو به شاگردان و پیروان و حقجویان کرده و میگوید: گوش کنید به کلام خدا، و سپس قوانین الهی را برای آنها بازگو می‌کند. قوانینی که کاملا با آنچه که در دنیای آن زمان و امروز حتی وجود دارد متفاوت بوده و ما در برنامه‌های گذشته از فصل 5 تا آیه 37 برای شما آیات را مطالعه کردیم و دستورات و تعالیم عالی آسمانی را تقدیم حضورتون کردیم. حالا با کمک خدا به دنباله آیات فصل 5 توجه می‌کنیم. اگر انجیل مقدس را دارید، لطفاً آن را به فصل 5 انجیل متی بگشایید تا با هم از آیه 38 آن را مطالعه کنیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. یکی از عالی ترین دستوری که عیسی مسیح به ایمانداران و مؤمنین خود عطا کرده در این قسمت از کلام خدای تعالی یافت می شود. دستوری که گاه مورد تمسخر خیلی از مردم نابخرد شده. چرا؟ چون ظاهر آیه را فقط در نظر می‌گیرند و به عمق آن توجهی نمی‌نمایند و علت این که مسیح این آیه را گفته است را نمی‌دانند. من خوب یاد دارم وقتی که تازه مسیحی شده بودم، روزی یکی از دوستان غیر مسیحی به من گفت: خب حالا که مسیحی شدی باید حاضر به کتک خوردن باشی. گفتم منظورت را نمی‌فهمم.
گفت مسیحیت دین ضعیفی است، چون حق را به حقدار نمیرسونه. حرفای او مرا به تعجب انداخت و به او گفتم اگه ممکنه کمی توضیح بیشتری بده، چون نمیتونم حرفاتو بفهمم و دلیل بیار. و سپس او اشاره به این آیه نمود که مسیح فرموده اگر کسی به رخساره تو تپانچه زند، دیگری را به سوی او برگردان. به او گفت ببین این تعلیم مسیحیته. دریافتم که دوستم اصل را رها کرده و به معنی این آیه بسیار مهم و حیاتی و عالی پی نبرده است. و دوستان عزیز، بدون شک بسیاری از شما که با کلیسا و کلام خدا آشنایی ندارید، یعنی به کلیسا نمیرید، مسیحیان را خوب نمیشناسید، شاید معنی این آیه را هم درک نکنید. بنابراین از شما میخوام که دقت بیشتری به خرج بدهید و به علت و معنی این آیه توجه خاص مبذول بدارید که چه بسا دنیای تازه‌ای از راستی و حقیقت بر شما آشکار شود و نور الهی بر قلب شما نیز بتابد. دقت کنید، در درک معنی این آیه باید تمام موضوع رو در نظر داشت، نه اینکه فقط قسمت کوچیکی از آن رو در بیاریم و بگیم این مسیح گفته و این معنیشه. ابتدا آیات را خدمتتون میخونم و بعد به معنی کردن آن خدمتتون میپردازم. از آیه 38 عیسی مسیح چنین میفرماید. لطفاً توجه فرمایید. میفرماید در شریعت موسی گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت نکنید. دوستان دقت کنید مسیح چه میگوید؟ تاکید در اینجاست. اول میفرماید لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت نکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند، دیگری را به سوی او برگردان. و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را به زور بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذار. و هرگاه کسی تو را برای 1 میل مجبور سازد، 2 میل همراه او برو. هر کس از تو سؤال کند بدو ببخش، و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را بر مگردان. در مورد معنی و نحوه رفتار این آیه نکاتی هست که غالباً وقتی به آن نگاه میکنیم اون رو نمیبینیم، یعنی متوجه آنها نمیشویم، ولی همین نکات به ظاهر پیش و پا افتاده است که اساس و علت بیان این آیه را آشکار و معنی آن را روشن میسازد. اول باید دید که این آیه متوجه چه کسانی است، یعنی مسیح به چه کسانی داره این حرفا رو میزنه، و دوم چرا عیسی مسیح آن را میگوید. اگر دقت کرده باشید در آیه اول فصل 5 عیسی مسیح با شاگردان خود، با پیروان خود، با برگزیدگانش صحبت میکنه، کسانی که به او ایمان آورده. به عبارت دیگر روی سخن مسیح با ایمانداران و مقدسان است، با حواریون خودش و پیروانه، با کسانی که دقت کنید وارد ملکوت الهی شدن، کسانی که جزو قلمرو آسمانی هستند، کسانی که نور و نمک در جهان تاریک و فاسد هستند، کسانی که مانع خراب شدن و فاسد شدن و تاریک شدن این جهان می‌گردند. فرمان مسیح برای آنهاست، نه برای هر شریر، نه برای افرادی که به خدا و دین و مذهب اعتقادی ندارند. دوم ببینید چی میگوید. به آنها امر میکنه که شما که ایماندار هستید، شما که عادل و پاک هستید، با شریر مقاومت نکنید. با شریر مقاومت نکنید. مقصود از شریر در اینجا اشاره به افرادی است که در ملکوت خدا شریک و سهیم نیستند و از اراده الهی پیروی نمی کنند. مسیح میگوید در مورد عکس العمل خشم آلود آنان مقاومت نکنید. حالا سوال میشه چرا؟ و سپس مسیح مقصودش رو اینطور بیان میکنه. خدمتتون عرض کنم که هدف اصلی مسیح اینه که بین ظالمان و عادلان، بین راستان و دروغگویان، بین پاکان و شریران در این آیه تفاوت قائل بشه. در واقع این آیه نشون میده که ما جزو کدوم گروه هستیم. این آیه نشان میدهد که در عمل، راه و روش و عکس العمل ما در زندگی جزو پاکان و نیکان هستیم و یا با شریران و ظالمان. مسیح میخواد بگه که بین روش و راه و زندگی ایمانداران، پاکان با شریران تفاوت بسیار زیادی است. خود مسیح میفرماید
همانند آنانی که از خدا شناسی و خدا پرستی و خدا دوستی چیزی در خود ندارند شما نباید رفتار کنید. با آنها باید فرق داشته باشید. چرا؟ چون شما شریر نیستید. شما با شریران فرق دارید. آنها در گناهانشون غرق شدند ولی شما از گناهانتون آزاد شدید. آنها از پاک شدن بیزارن ولی شما از گناه بیزارید و در عوض اشتیاق دارید که روز به روز عادلتر و مقدستر بشوید. می‌فرماید اگر شما همان عکس العمل افراد شریر را نشان بدهید، آن وقت فرق شما با آنان چه می باشد؟ اگر آنان که برده و اسیر شیطان هستند فوش دهند و شما هم مثل آنها فوش بدهید، آن وقت بین شما و آنان چه تفاوتی است؟ اگر آنان اهل نزاع و شرارت و ظلم هستند و این کارها را انجام میدهند، شما هم اگر همون کارها را انجام بدهید، آن وقت فرق شما با ظالمان چیه؟ با شریران چیه؟ و سپس می‌فرماید شما نباید مثل آنان باشید. شما نباید مثل افراد شریر رفتار کنید. مثل افراد زورگو با زور هر چی را می‌خواهند بگیرید شما نباید باشید. شما نباید زورگو باشید. شما نباید دشمنی را توسعه دهید. شما نباید فحش و نفرین کنید. شما باید مثل کسانی باشید که سیرت و صفات الهی را در دنیای ظلمانی و مملو از شرارت منعکس می‌کنند. ببینید چی میگوید؟ شما که خدا پرست هستید بایستی خلق خوی نیکوی خدا را پیروی کنید، منعکس کنید، همانند او باشید. آنچه که او از شما انتظار دارد همان را باید انجام بدهید. می‌فرماید فرق شما با مردم شریر در این آشکار میشه که شما اراده خدا را به جا نمی آورید و مطابق خواست خدا با اراده مصمم و راسخ باید زندگی کنید، به طوری که هیچ قدرتی از طرف شیطان پرستان نباید شما را از پیروی کردن از اراده الهی باز دارد. گفتار مسیح در اینجا به پایان نمی رسد. پس از اینکه به ما نشون میده که چطور بایستی در برابر ظلمت و شرارت با انجام دادن نیکویی کردن و راست بودن مقاومت کنیم، از آیه 49 به مقصود و علت این فرامین هم اشاره میکنه که اجازه میخوام از آیه 39 مجددا براتون بخونم، تمنا اینکه با دقت به جملات که مسیح میفرماید توجه کنید، زیرا در هر کلمه‌ای اسرار الهی و حقیقت آسمانی وجود داره. میفرماید شنیده اید که گفته شده است چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند یا با شریر مقاومت نکن و بدی نکن، و اگر بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او برگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشانه، کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را برای پیمودن 1 میل راه مجبور میسازه، 2 میل با او راه برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض میکند روی مگردان. میفرماید شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خود دشمنی کن، اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و با آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهند و جفا رسانند دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که او آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می سازد و باران رحمت خیش را بر عادلان و ظالمان می باراند. دقت کنید مسیح چه میگوید؟ میگه این کارها را بکنید تا چه؟ تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب او خود را خدای تعالی بر بدان و نیکان طالع می کند و باران بر عادلان و ظالمان می باراند. زیرا هرگاه آنانی را فقط محبت نمایید که شما را محبت می کنند، چه اجری دارید؟ آیا باجگیران هم چنین نمی کنند؟ و هرگاه فقط برادران خود را سلام گویید، چه فضیلتی دارید؟ آیا باجگیران نیز چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید. پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است.
ببینید دوستان عزیز، این نتیجه و خواسته و آرزو و تعلیمات دستور عیسی مسیح است. هدف نهایی از این تعلیمات آسمانی و کامل اینه که میگوید پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. دوستان عزیز، تمام این دستوراتی که عیسی مسیح در اینجا میدهد همش برای یک هدف نهاییه. او میخواهد توجه ما را به خدا جلب نماید و میگوید تو که طالب خدایی، تو که عشق به خدا در وجودت هست، تو که از ظلم و ستم و شرارت و دشمنی و کینه و زورگویی و ریا متنفری، تو که میخواهی طریق حق را بیابی، تو همانند مردم شریر مباش، بلکه تو به خدا نگاه کن، تو به خلق و خوی خدا متخلص شو. ای عزیزان، مسیح ما را به کاملیت و قدوسیتی مافوق از هر معیار بشری و دنیوی دعوت میکنه و میفرماید شما باید کامل باشید، شما باید کامل باشی. او ما را به سوی کاملیتی میکشاند که در جهان وجود ندارد. او توجه ما را معطوف به پروردگار میکند و میگوید معیار قدوسیت شما خود خدای تعالی است. و سلام. شما که به او تعلق دارید باید از او پیروی کنید. میفرماید به خدا نگاه کنید. وقتی مردم نسبت به او خیانت میکنند و اوامرش را پیروی نمیکنند و مطیع او نیستند، خدا بلافاصله آنها را نابود نمیکنه، آنها را محو نمیکنه از این زمین. در عوض نسبت به آنها مهربانی نشان میده، صبوره، دلسوزه، مهربانه. نسبت به کسانی که او را مسخره میکنند بلافاصله غضب خودش رو جاری نمیکنه. حتی نسبت به ظالمان هم صبوره و آنان را محبت میکنه تا آنان متوجه خطایای خودشون بشن و از صبر الهی، از محبت و رحمت الهی استفاده کرده و توبه کنن. میگوید خدا باران رحمت خود را بر عادلان و شریران میباراند. خدا آفتاب خود را هم بر پاکان و هم بر شریران میدرخشاند. اگر این راه و روش خداوندی است، شما که به او تعلق دارید، شما نیز باید همان راه و روش را پیروی کنید. اساس و معیار اخلاقی ما مسیحیان خدای تعالی است. اساس و معیار اخلاقی ما مسیحیان خدای تعالی است. مسیح می‌فرماید پس شما کامل باشید همانطوری که پدر شما که در آسمان است کامل است. این دعوت مسیح است و این عالی ترین هدف و مقصود نهایی برای هر انسان است که سیرت و صفات خدا را در خودش دارا می باشد. و دوستان عزیز، هیچ دستوری در هیچ مذهبی، هیچ قانونی بالاتر و کاملتر از این اوامر و هدف برای بشر وجود ندارد. وقتی مسیح می‌فرماید با شریر مقاومت نکنید و عوض اینکه سیلی او را با سیلی جواب بدهید شما با محبت و گذشت خشم را فروکش کنید، و یا وقتی می‌فرماید که شما نه فقط همسایگان و آشنای آنها خود را محبت کنید بلکه دیگران و حتی دشمنان خود را دوست بدارید و محبت نمایید، برای نیست که ما ضعیف و نعیف هستیم، برای نیست که ما را ضعیف و نشون بده و ما را به قول معروف خوار کند. خیر، برای نیست که به ما هم ظلم بشه، بلکه برای این است که یک هدف عالی را پیروی کنیم. او نمیخواد که حق ما را پایمال کنه، بلکه میخواد یک هدف عالی را به همه نشان بدهد. او میخواد که ما عاملان صلح باشیم، عاملان نور و راستی باشیم. ما نفاق و کینه را با نیکی و نه با بدی ریشه‌کن کنیم. در آیه 45 میفرماید شما برای دشمنان خودتون هم دعای خیر کنید. چرا؟ تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید. دقت کنید چه میفرماید؟ میگوید شما حتی برای دشمنان خودتون دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است، که مقصود همان خدای تعالی است، پسران شوید. مقصود از پسران اینه که شباهت‌های اخلاقی و روحانی را از خدای تعالی در خودتون داشته باشید. یعنی طوری رفتار کنیم، طوری سخن بگوییم، طوری زندگی کنیم که عملاً مردم شاهد قدرت خدا در ما باشن و ما را از آن خدا بدانن. پسر به معنی کسی که سیرت پدر خود را آشکار میکنه. چرا؟ چون پسر از پدر دارد نشان. میگوید شما حتی برای دشمنان خود دعای خیر کنید و بدین وسیله سیرت خدا را در خودتون جای بدهید.
این آیات آنقدر عمیق و پرمفهومه، آنقدر بزرگ است، آنقدر عالیه که بایستی در مورد هر جمله از آن موضعی کرد. اما چون وقت ما را کفاف نمی‌دهد، ما با خواندن آن برای شما قناعت می‌کنیم و برای شما عزیزان دعا می‌کنیم که با شنیدن این آیات و تفکر و تعمق نمودن در پیرامون آن به عمق و هدف نهایی این آیات قائل شوید و البته برای این هدف شما نیازمند یاری گرفتن از روح القدس هستید تا روح خدا آنان را براتون آشکار کنه، ساده تر بیان کنه. پس دعا کنید، تمنا کنید که خداوندا روح القدس خود را به من عنایت کن تا ذهن و فکر معنوی به من بده، تا عمق کلام را درک کنم و حقیقت را بیابم و به زبان ساده آیات را که از انجیل میخونم درک کنم. دعا کنید و از خداوند تمنا کنید که حقایق را براتون آشکار کنه. ای عزیزان، شما که حقجو هستید، شما که واقعا میخواهید عشق خدا در وجودتان شعله ور باشه، با خدای تعالی تماس بگیرید، یعنی دعا کنید و از خلوص نیت از او تمنا کنید که شما را یاری بدهد و خدا روح القدس خودش رو به شما عنایت میکنه تا این روح الهی حقایق را براتون آشکار کنه. بار دیگر براتون این آیات را از انجیل تفسیری که به زبان خیلی عامیانه بیان شده است آیات را میخونم تا شما به عمق معنی درک ببرید و پی ببرید و ببینید که خداوند چه میگوید. میفرماید در تورات موسی آمده است اگر شخصی بزند و چشم یک نفر را کور کند، باید چشم آن شخص را هم کور کرد و اگر دندان کسی را بشکند، باید دندانش را شکست. جان به عوض جان، دندان به عوض دندان، چشم به عوض چشم. ولی من به شما میگویم کسی که به تو زور میگوید با او سرسختی نکن. حتی اگر به یک طرف صورت تو سیلی میزند، آن طرف را هم نگه دار تا بزند. اگر کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، پیراهنت که هیچ، کتت را هم به او ببخش. اگر ارتش به تو دستور میدهد باری را 1 کیلومتر ببری، تو 2 کیلومتر ببر. به کسانی که از تو چیزی میخواهند به آنها بده و اگر از تو پول قرض میخواهند دست خالی بر نگردانشان. شنیدید که میگویند با دوستانت دوست باش و با دشمنانت دشمن، ولی من به شما میگویم دشمنانتان را دوست داشته باشید و برای کسانی که شما را اذیت میکنند دعای خیر کنید و اگر اینطور رفتار کنید فرزندان واقعی پدر خود که در آسمان است میشوید، زیرا او آفتاب خود را بر همه مردم میتاباند، حال چه خوب باشند و چه بد، و همینطور باران خود را بر عادل و ظالم میباراند. بنابراین اگر شما فقط کسانی را که شما را دوست دارند دوست داشته باشید، چه هنری کرده اید؟ هر آدم پستی هم این کار را می کند. اگر فقط با دوستان خود دوستی کنید، با دیگران چه فرقی دارید؟ هر کافری هم این کار را می کند. پس شما باید کامل باشید. شما باید کامل باشید همونطوری که پدر آسمانی شما کامل است. دوستان عزیز، این است مسیحیت، این است تعلیم مسیح، این است اراده خدا برای شما و برای من. راستی آیا طریق دیگری هست که ما را به سوی کاملیت بکشاند؟ آیا راه دیگری هست که میتواند نور الهی را در زندگی دیگران، در زندگی شریران آشکار کند جز این که ما صفات و خلق و خوی خدا را در خودمون جا بدهیم و از آن پیروی کنیم؟ مسلماً نه. هیچ دستوری بالاتر از این در عالم وجود ندارد. وقتی که مسیح می‌فرماید روی خود را برگردان، وقتی که مسیح میگوید به عوض اینکه کسی را بکشی او را ببخش، به عوض اینکه دشمنت را دشمنی داشته باشی باش، میگوید برای دعای خیر کن. هدفش چیه؟ هدفش اینه که ما که به خدا تعلق داریم، ما که از آن او هستیم، با انجام دادن نیکویی، با انجام دادن خوبی، با انجام دادن راه محبت بر تمام شرارت غلبه کنیم. چرا باید شرارت را با شرارت جواب بدهیم؟ اگر دوستان عزیز کسی شرارت انجام میده، ما هم شرارت کنیم، این شرارت را از بین نمیبره بلکه تکثیر میکنه. در عوض اگر کسی که شریر کارهای بد انجام میده، ما خوبی انجام میدهیم، کتاب مقدس میگه با این کار
اخگرهای آتش بر سر آنان میبارانی. در واقع ما وقتی که خوبی میکنیم در برابر بدی، نه فقط سیرت و صفات الهی را از خود نشان میدهیم، بلکه جلو بدی ها را هم میگیریم. در واقع نمک هستیم، نمک جهان. یعنی نمیگذاریم دنیا همیشه در شرارت پیش بره، لااقل نه اینکه ما عامل شرارت باشیم، بلکه عامل نور و راستی و صفا. دوستان عزیز، آنچه که مسیح در این قسمت تعلیم میده اینه که ما را به سوی صفات و خلق خوی خدا میکشاند. او آمد تا دستورات تورات را کامل و به اتمام برساند. مسیح دستورات تورات را رد نکرد، بلکه آن را کامل کرد، کامل تر از هر چیز دیگر. و امروز به شما اعلام میکنم دوستان عزیز، شما که حق جو هستید، شما که صادقانه در پی راه حق هستید، میخواهید حقیقت را بیابید، خودتون بیایید تحقیق کنید، ببینید که آیا دستوری بالاتر و عزیزتر و گرانبهاتر از این هست، کاملتر از این وجود هست. ای عزیزان، سوالی که من دارم اینه که شما امروز با شرارت چگونه مقاومت میکنید؟ آیا چشمی به چشمی و دندانی به دندانی و جان به عوض جان راه و روش شماست؟ مسیح میگوید این راه کامل نیست. راه کامل شدن راهی است که برخلاف شریران رفتار کنیم، برخلاف کسانی که گناه میکنند. شما به خدا تعلق دارید، راه الهی را طی کنید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم. روزتان خوش و امیدوارم که جزو فرزندان خدا شوید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.